سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 15 نوامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. گناهکاران بیگناه، پرونده های تجاوز و بداخلاقی به ضد مهاجران را کی میبافد؟ صدمه یک ماشین گاز و خطر ترکش در شورای دوشنبه خوجند. 3 کشته و 2 زخمی، صدمه پرقربانی میمونان از ازبکستان در نویه دیوشتیج. منپولی بیگ سبور تمام شد، به 2 شرکت آوردن اینترنت را اجازه دادند. میگویند که پری دارد. مردی که در حج راهگردان شد، روزانه سر زانوهایش شبانه با پایهایش را میگشته است. و اکنون تفصیلات خبرها. از روسیه قریب هر روز درباره بازداشت مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از جمله مهاجران تاجیک با اتهام‌های سنگین بداخلاقی جنسی یا تجاوز به ناموس خبرها به دست میرسند. سرخط خبرهای رسانه‌های روسیه مولامول سرلوحه‌های بدوایمه به مثل مهاجر کمپیر 76 ساله را تجاوز کرده است. مهاجر به ناموس دختراندر 12 ساله از زن روسش رسیده است میباشند. یا این سرلوحه همین چند روز پیش مهاجر در داخل هواپیمای سورگوت پتربورگ نسبت به یک دخترچه 9 ساله بداخلاقی کرده است و هر دفعه برابر در مطبوعات پیدا شدن چنین سرلوحه‌های بدوایمه سردار کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که با بدبینی قریب دیوانه‌وار نسبت به مهاجران نام برآورده است، تفتیش چنین پرونده ها را زیر نظارت خود میگیرد. در مورد خبری گویا یک دختر 15 ساله در سورگوت قصد دستدرازی کردن یک راننده تاکسی از تاجیکستان نیز چنین شد. روز 7 نوامبر سال 2023 یک کانال ملتگرایان در شبکه تلگرام به نام روسکای اوپشن ازوف ادعا کرد که تاکسیران تاجیک نسبت به دخترچه روس چنین بدرفتاری کرده است و باستریکین بلافاصله این پرونده را هم زیر نظارت خود گرفت. سردار کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که از این حادثه خبر یافته به ریاست تفتیشات منطقه امر داد که این حادثه را بسنجند. سردار ریاست تفتیشات منطقه یوگرا میخائیل موشکین باید به باستریکین درباره نتیجه های تحقیق حساب دهد. گفته می شود در اطلاعیه رسمی کانال ملتگرایان ادعا دارد که گویا هنوز در پایان ماه ایول سال 2023 یک مهاجر از تاجیکستان که در سورگوت تاکسیرانی میکند به دخترچه نابالغ هر گونه صحبت‌ها کرده دستی او را بوسیده است. دختر خودش را خلاص کرده گریخته است. چنین نقل کرده است جریان قضیه را کانال روسکای اوپشن ازوف. بنا به اطلاع این کانال دختر صحبت‌های راننده تاکسی را در تلفنش ثبت کرده به پدر و مادر خود فرستاده است و وقتی راننده دختر را تا جای گفتش آورد، راه او را در آنجا پدر و مادر دختر الکی میپویدند و پلیس را دعوت کردند و راننده را به دست مقامات سپردند. کانال ملتگرایان ویدیوی را نیز نشر کرد که پدر دختر ثبت کرده است. در این ثبت دختر ادعا میکند که راننده نسبت به وی بدرفتاری کرد، ولی راننده به خدا قسم میخورد که چنین کاری را نکرده است و این همه در حقیقت تهمت است. روسکای اوپشن ازوف از آن اظهار خشم کرده است که مقامات حفظ حقوق در این ماجرا طرف راننده تاکسی را گرفته و را بعد پرسجو جواب دادند و اینک با گذشت بیش از 3 ماه مقامات شعبه رقم 1 پلیس سرسختانه در مورد این پرونده به دهان آب گرفتند و تاکسیست گمانبر شده همچنان کار کرده ایستاده است. ولی الکی یک روز بعد این همه غوغا به ناموس دختر روس رسیدن تاکسیست مهاجر، نشریه چاپ نیژنیوارتوفسک با تکیه به منبعش در مقامات حفظ حقوق خبر داد که حقیقت حادثه نظر به تصویر روسکای اوپشن کاملا فرق میکند. این کار تابستان رخ داده است. دختر از راننده تاکسی سن حقیقی خود را پنهان داشته دروغ گفته است که پدرش مرده است و احوالش خیلی بد است. او این دروغ را برای این گفته است که پول را ندهد. نقل کرده است منبع این نشریه. این منبع افزوده است که راننده تاجیک دختر را پدرانه به آغوش گرفته است تا که آرامش کند. یگان قصد و نیت بد نداشته است. همصحبت این نشریه همچنین نقل کرده است که دختر و پدر و مادر او درباره این حادثه در یگان جا حرف هم نمیزدند، ولی اخیراً یک شناس دختر به گروه ملتگرایان روسکای اوپشن پیوسته به آنها خبر داده است که گویا یک مهاجر به دختر روس چنین رفتار کرده است. با همین این پرونده نوبتی پروایمه به ناموس دختر روس دستدرازی کردن مهاجر به قول تاجیک ها تیتو پیت شد و راننده تاجیک بیگناه برآمد. وقتی که این تاکسیست تاجیک را به بداخلاقی گناهکار کردند، باستریکین خود همان روز تفتیش پرونده را زیر نظارت خود گرفت، ولی از نشریه خبر بیگناهی تاکسی تاجیک اینک یک هفته میگذرد
ولی این منصبدار مهاجر بدبین روس تا کنون به آن واکنشی نکرده است. معلوم نیست که آیا او این پرونده رو همچون زیر کنترل نگاه داشته است و یا نه. به هر صورت حداقل در پیش وجدان خودش کم کم شرم میکند. سامانه رسمی خدمات علاقه تاجیکستان که روزهای آخر به طور بی‌سابقه فعال شده است، روز 15 نوامبر سال 2023 خبر داد که این نهاد وابسته به حکومت جمهوری در ادامه تدبیرهای پی در پی جهت بلند برداشتن صورت اینترنت و پست کردن ارزش آن به دو شرکت وطنی بخش خصوصی برای وارد نمودن کانال‌های بین المللی بلند صورت دسترسی به شبکه گلوبالی اینترنت اجازت نامه داده است. اقدام نوبتی با اهمیت و مهم بوده برای کم نمودن ارزش و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی دسترسی به اینترنت مساعد فراهم می‌آورد. همچنین به تشکیل فضای رقابت سالم در ساحه علاقه و جلب سرمایه‌های خصوصی به سکتور تلکمونیکاسیون کشور مساعدت فعال می‌نماید. گفته می‌شود در اطلاعیه نام این دو شرکت خصوصی گفته نشده است، ولی بعد سال 2015 در 8 سال آخر این بار اول است که به منپول شرکت دولتی تاجیک تلکام نقطه گذاشته شده. به شرکت‌های دیگر نیز حق وارد کردن اینترنت داده شد. قرار معلوم از سال 2015 خدمات علاقه بازار واردات اینترنت را در کشور پورا منپول کرد و شرکت‌های اینترنت رسان را مجبور کرده بود که اینترنت را تنها از این شرکت دولتی تاجیک تلکام بخرند. نرخ فروش اینترنت به شرکت‌ها رسما اعلام نشده است، ولی سال 2019 شرکت‌های موبیلی اقرار کرده بودند که مجبورند به تاجیک تلکام برای 1 گیگابایت اینترنت $51,000 بسپارند و این هم به این است که اون باز بیش از $10,000 دیگر را تشکیل می‌دهد. شرکت‌های اینترنت رسان و کارشناسان سوء عموم وقت گفتند که این قرار خودخواهانه خدمات علاقه و رهبرش بیگ صبور را به باد شدید انتقاد کشیده میگفتند که در منپول یک نهاد یا شرکت قرار دادن بازار اینترنت هیچ خوبی ندارد، برعکس مانع رشد این بازار می شود و چنین هم شد. کاربران تاجیک به همین دلیل به این امید که شاید شرکت دیگر برایشان اینترنت بهتر و با سرعت‌تر فراهم بیاورد زود شرکت‌های اینترنت رسان خود را عوض می‌کردند. ولی متخصصان میگویند در شرایطی که واردات اینترنت در تاجیکستان در منپول یک شرکت دولتی تاجیک تلکام قرار دارد و همه شرکت‌های اینترنت رسان اینترنت را از یک جا می‌گیرند، عوض کردن شرکت‌ها هیچ سودی ندارد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون نیز ماه دکبر سال 2022 هنگام ارائه پیام سالانه‌اش سردار خدمات علاقه بیگ صبور را در بین همه اشجار خیزانده برای صفت و صورت پست و نرخ بلند اینترنت و علاقه موبیلی در کشور سخت تنقید کرد. به او برای اصلاح وضع وقت داده بود. چند هفته آخر بیگ صبور با تشکیل چند جلسه و اقدامات دیگر به مثل دادن اجازتنامه وارد کردن اینترنت به دو شرکت خصوصی تلاش دارد تا بالاخره بعد قریب 1 سال کمبودی‌های گفته پرزیدنت را اصلاح کند. برخی منبع آگاه روز 15 نوامبر سال 2023 به پایگاه خبری بامداد گفتند که اخیراً از دستگاه پرزیدنت و بیگ صبور هشدار امامعلی رحمون را بار دیگر خاطررسان کرده خبرش دادند که اگر تا روز پیام نوبتی پرزیدنت وضع را اصلاح نکند میتواند با وظیفه سردار خدمات علاقه خیر خوش کند. بیگ صبور که خدای پرزیدنت هم است و قبلا در مسکو یک دکان فروش گوش داشت، از سال 2003 به این طرف اینک 20 سال باز رهبری ساحه علاقه تاجیکستان را در دست دارد. شرکت Innovated Road Solutions یا IRS روز 15 نوامبر سال 2023 ساعت 14:30 اعلام کرد که چند لحظه پیش در کیلومتر 27 راه دوشنبه خوجند چنوق یک ماشین بارکش برای انتقال گاز پیش بینی شده به صدمه دچار شده است. با نظر داشت آن که خوف ترکیدن اتومبیل مذکور وجود دارد، در موافقت با ساختارهای دخلدار حرکت نقلیات توسط این شورا را موقتا منع کردند. گفته می شود کارمندان این شرکت که مسئولیت نگهبانی شورای دوشنبه خوجند چنوق را در دست دارند تمام کوشش را به خرج داده ایستادند تا از خوف به عمل آمدن ترکش پیشگیری گردد. آیرس گفت برابر برطرف شدن خوف ذکر شده حتما اطلاع خواهیم داد. شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه روی زمینی است که ولایت سوخت در شمال تاجیکستان را
با مرکز و دیگر منطقه و این جمهوری میپیوندد. راه دیگر الترناتیوی بین این ولایت از طریق قلمرو ازبکستان بوده خیلی طولانی تر و همچنین دست کم 2 مرتبه عبور از مرز تاجیکستان با ازبکستان را به همراه دارد. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی یک ویدیو درباره سفر یک ساکن نویه عبدالرحمن جومی ولایت ختلان با نام محمد کریم نشر شد و در این ویدیو ادعا میشد که گویا این مرد قبل از سفر حج 18 سال تمام سر زانو حرکت میکرد و با پایهای خود را گشته نمیتوانست، ولی در جریان سفر حج با قدرت خدا دوباره رو گردم شده است. در نوار دیده می شود که مرد در بین زایران روی حج سر زانوهایش به زینه‌های هواپیما میبراید و همین طور بعد رسیدن به عربستان سعودی سر زانوهایش از هواپیما میفراید. در ادامه ویدیو او در مسجد نبوی در شهر مدینه راحت قدم میزد و حتی جست و خیز میکند و گفته می شود که این مرد پس از 18 سال بیماری با شرافت خانه خدا شفا یافته است. این نوار موج واکنش‌های مختلفی را به بار آورد. برخی به این معجزه و شفا یافتن این مرد شبهه و باور نکردنی می‌خواندند، برخی دیگر آن را باز یک معجزه الهی نامیده از قبل دعوت می‌کردند که به قدرت پروردگار شک نورند. خبرگزاری آسیا پلوس روز 15 نوامبر سال 2023 خبر داد که این مرد کریم خوجا تیمورov و 70 سال داشته ساکن دیهه مکسیم گورکی جماعت دیهات یکتوت نویه عبدالرحمن جومی بوده است. یک منبع از جماعت یکتوت به آسیا پلوس گفته است که کریم خوجا تیمورov اویله‌دار و صاحب 4 فرزند بوده بعد از 50 سالگی به بیماری روحی گرفتار شده است. تیمورov در قید بیمارخانه کسلی‌های روحی نویه است. او روزانه با زانوهای خود و شبانه با پایهایش را می رود. به گفته خودش او پری دارد و همان پریها نمیگذارند که او روزانه با پایهایش را رود. گفته است این صحبت به آسیا پلوس. به گفته این منبع تیمورov در حقیقت روزهای دوم 24 اکتبر سال جاری به حج عمره رفته است و به دلیل بیماری داشتهش روزانه به زانو و شبانه به پایها را رفته است. این برای همراهانی که بیماری وی را نمیدانستند باعث توجه شده است و آن را نوار برداشته در شبکه‌های اجتماعی همچون نشانه به طور معجزه درش شفا یافتن او نشر کردند. همصحبت آسیا پلوس گفته است که کریم خوجا تیمورov حالا در خانه‌اش قرار دارد و همان بیماری داشتهش باقی مانده است. عبدالخالق موسی‌زاده جانشین رئیس نویه عبدالرحمن جومی و نوبدار شعبه وزارت کارهای داخلی نویه در تماس تلفنی به آسیا پلوس تصدیق کردند که با نام برده همصحبت شده کردار خطایی کردهش را فهماندند. کارمندان ما به خانه امان بیمار رفتند، حالا هم شبانه با پایها و روزانه با زانوهایش راه می رود. بیمار گفته است که در مکه و مدینه پریها از من دور شدند ولی به وطن برگشتم و پریها باز برگشتند. گفته است موسی‌زاده. خود کریم خوجا تیمورov و نزدیکان او و طبیبان نویه جومی این قضیه را تا حال شرح ندادند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 15 نوامبر سال 2023 خبر داد که به قسم نوبداری کمیته جوانزن ساکن پایتخت زنگ زده است. او خبر داده است که به خانه خود در بنای بسیار قبطه رقم 38 در کوچه میرزا ترسونزاده وارد شده نمیتواند. به گفته او دخترچه 9 سالش در درون خانه در مانده است ولی قلف در از کار بر آمده است و او در را گشوده بر آمدن نمیتواند. نجات بخشان به جای حادثه آمده در این خانه را گشودند. طفلی که در داخل خانه در مانده بود به کمک احتیاج نداشت. کارمندان کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با والدان این کودک صحبت پروفیلاکتیکی انجام داده از آنها خواستند که من بعد فرزندان خود را به نظارت نگذارند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 12 نوامبر سال 2023 در یک صدمه پرقربانی در شهرهای در حدود نویه دیوشتیج راننده اوپل و 2 مسافرش زنان میمون از ولایت اندیجان ازبکستان در جای حادثه به هلاکت رسیده. 2 زن دیگر میمون از اندیجان جراحت وزنین برداشتند. بنابر اطلاع وزارت کارهای داخلی 12 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 17:20 اشورف قابل جان سال تولدش 1973 ساکن نویه دیوشتیج هنگام حرکت از سمت شهر استرافشان به سمت شهر خوجند در راه ماشینگرد دوشنبه خوجند در حدود نویه دیوشتیج هنگام سبقت یا ابگان
با ماشین بورکش تمغه دف تحت اداره شویدوف بیلولدین سال تولدش 2002 سوکن نوعی ورزو برخورده سمت حرکتش رو گم کرده به طرف راست رو برآمده است و ماشینش رو به چقوری کنور رو چپه نموده است. در نتیجه راننده اوپل شوروف مسافران ماشین مذکور یونس و محلیو سال تولدش 1988 و حاجبیکو و جمگل سال تولدش 1990 ساکنان نوعی ینگی‌آباد ولایت اندیجان جمهوری ازبکستان جراحت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافران دیگر این ماشین حاجبیکو و ظرافت سال تولدش 1980 و یونس و فراغت سال تولدش 1984 نیز ساکنان ولایت اندیجان با جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه بستری کرده شدند. همچنین 13 نوامبر سال 2023 تقریبا ساعت 13:30 راننده ماشین تمغه اوپل وکترا حاجی‌زاده قهرمان سال تولدش 1969 ساکن نوع باباجان غفوروف هنگام حرکت در شورای غفوروف خوجند پیاده‌گرد قربانوف عبدالخلیل سال تولدش 1963 ساکن نوعی مشچارو پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد قربانوف جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقاتی ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 34 ساله ساکن شهر بوستان با گمان صادر نمودن جنایت افباشی دستگیر کرده شد. نامبرده شام 8 آگوست سال 2023 تخمیناً ساعت 23 در نزد دانشکده متالورژی تاجیکستان در حالت مستی با سابق همسر خود زن 32 ساله ساکن شهر بوستان به یگان سبب جنگ و جنجال نموده نسبتش سخنهای قبیح گفته با کارد خوجگی 4 مرتبه به قسمت تخت پشتش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی نوعی سینو با عریضه مرد 36 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 11 ینور سال 2019 مرد 34 ساله ساکن پایتخت با رای فریب به باوریش در آمده از او 240,600 سومانی گرفته وعده داده است که از بنای نوبنیاد در شهر دوشنبه منزل استقامتی در حجم 77 متر مربع را حجتگذاری کرده می‌آید، اما به وعده‌اش نایستاده مبلغ گرفته‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوعی دنغره با عریضه پیرزن 71 ساله ساکن نوعی مذکور مراجعت نموده است که ماه اکتبر سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی از زمین‌های چراگاه دیگرشان 4 سر چاروای معده شاخدار را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 4000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 34 و 39 ساله ساکنان همین نوعه صادر نمودند. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوعه اسماعیل سومانی با عریضه جوان 18 ساله ساکن شهر وحدت مراجعت نموده است که 29 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 12:00 هنگام در شهر دوشنبه قرار داشتنش شخصان نامعلوم با رای پنهانی از جای به شکل تلفن موبیلی تمغه آیفون 7 و از داخل امیال الکترونی آن 7610 سومانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 29 ساله و نابالغ 14 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. اوید به این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.